سلام علیکم دوستای عزیز. در ولسوالی مندول هستیم یا جهیل مندول، نورستان غربی. بسیار یک جهیل با شکوه است. ما دو شب در این قسمت ها کمپ کردیم. میتونین ویدیوی مکملش در یوتیوب ببینین. دیگه بسیار یک حوض مقبول است یا جهیل مقبول است. دیگه تقریبا 7 ساعت راه از لغمان است. سرکش فوق العاده خراب است به خاطر که توسط مردم جور شده. دیگه تا کدام موتر یا ماشینری داشت استفاده نشده. مردم محل جور کرده. سرکا بسیار باریک است و مکمل از سنگ است. موترهای خورد هیچ امکان نداره که بیایه. ما در این موتر خود آمدیم، اینیم چقدر ما بلند کردیم اما میخورد، در هر جای سینهش میخورد. یک تایر بچ کردیم، این قسمت در سنگ خورد، مکمل بچ شده. اگر دیگه جای بچ شده میمونیم در اینجا و در 2 روز 3 روز یک موتر اینجا رفت آمد میکنه. تا آخری جایی که موتر میره ما رفتیم دیگه، باز پس آمدیم مال پس در پیش جهیل. میبینین که چقدر با شکوه است، چقدر مقبول است، چه یک رنگ مقبول داره. و ناگفته نمانه که مردم محل از این استفاده میکنن که از طرف جهیل در اون طرف جهیل میره.